سلام، عرض ادب. یک عدد سرگوشت نانیوا داریم. ایراد دستگاه اینه که صدای بدی میده هنگام کار کردن. بزنیم بگ تست کنیم. ببینید این صدای سرگوشت هستش. دقت کنید یه بار دیگه. معمولا وقتی چرخگوش این صدا رو میده ایراد از چرخنده یا همون گیربکس دستگاه میشه. بیایم با هم باز کنیم و ببینیم کدوم قطعه از گیربکس دچار ایراد شده و اون رو عوض کنیم. اولین کاری که برای باز کردن چرخ گوشت نانیوا انجام بدیم اینه که پیچ های زیرش رو باید باز کنیم. دوستان عزیزم، این قسمت پیچی رو هم باز کنید. دو تا پیچ تو این قسمت داریم. این قسمت رو در میاریم به این صورت. قاب پشت رو در میاریم. دو تا پیچ داره تو این قسمت، اینا رو باز میکنیم. موتور رو در میاریم. موتور هم تو این قسمت دو تا پیچ داره، اینا هم در میاریم. این گیربکس و موتور چرخگوشت ما هستش. این قسمت موتور هستش و این هم قسمت گیربکس. قسمت گیربکس 4 تا پیچ داره. پیچاشو با هم باز میکنیم. خب این دندمون سالمه. این از چرخنده فلزی، این از چرخنده فلزی وسطمون. همونطور که میبینید اینم سالمه. این چرخندمون از این قسمت شکسته. دوستان عزیزم دقت کنین، از این قسمت ترک برداشته. وقتی که کار میکنه این قسمت فلزی میچرخه ولی قسمت پلاستیکی میمونه. از این قسمت هم معلومه که از چند جا این شکستگی داره. دوستان عزیزم به این چرخ دنده میگن دنده سر آرمیچر. چرخ گوشت ما اسمش نانیوا هستش. این چرخ دنده توی بازار موجوده. اگه نداشتین میتونید به من پیام بدید، من تهیه کنم بفرستم براتون. مدل فابریکیش توی بازار هست، لازم نیست مدل‌های متفرقه بگیرید. بیایم با هم دنده رو عوض کنیم. اول گیربکس رو سرویس کنیم و دنده جدید رو جایگزین کنیم و ببندیم دستگاه رو. تمیز میکنیم چرخ دنده ها رو، گیریزای قبلی تمیز بشه. حتما این واشرها رو سر جاش قرار بدین چون اینا باعث میشه که ارتفاع این چرخ دنده ها خب بعد از اینکه گیریس ها رو تمیز کردیم، این چرخ دنده جدید ما هستش. فابریک نانیوا هستش، اصلی خود دستگاه هست. زیر چرخ دنده هک شده نانیوا.
ببینید دوستان، دقت کنید، نانیوای اصلی. از دوستان هر کسی نیاز داشت به این چرخ دنده به من پیام بده، حتما براش تهیه میکنم و میفرستم. بعد از اینکه چرخ دنده رو سر جاش قرار دادیم، حتما به این شکل گریز بزنید تا راحت‌تر کنار هم حرکت کنن. این قسمت رو هم گریز کار بکنیم. خب بعد از اینکه پیچ‌های گیربکسمون رو بستیم، با پیچ گوشتی محکم‌ترش می‌کنیم برای اطمینان بیشتر. زیاد هم محکم فشار نمیدیم که پیچاش هرز نشه. خب بزنیم برگ، امتحان کنیم ببینیم آیا صدایی که قبلا میداد رو میده یا نه. من از میدونیم که دیگه اون صدای قبلی رو نمیده. نگه دارنده موتور رو به این صورت بندیم سر جاش. دو تا پیچ تو این قسمت داره، پیچشو میبندیم. پیچ های نسبتا بلندتری داره. خب این قسمت سیم رو هم میذاریم در این قسمت. حالا قاب زیر رو میبندیم. جمعاً 6 تا پیچ داره قسمت پایینی. بعد از اینکه این پیچ ها رو بستیم، باید قسمت جلویی رو ببندیم و دستگاه رو تست کنیم. قسمت جلویی رو میبندیم. دو تا پیچ داره. تست کنیم دستگاه رو، ببینیم بازم همون صدای قبلی رو میده یا نه.
دوستان عزیزم میبینی که کاملا دیگه اون صدای قبلی رو نمیده و هیچ ایرادی نداره. بازم هر سوالی داشتین برام کامنت بذارید، حتما جواب میدم بهتون.